همین هوش گوش ما که در همین دنیا که هست از همین خاطر ما آدمای فقیر به نظر نمیگیریم. و ایلا اگر تاریخ پیامبران را نگاه کنین بجز حضرت سلیمان همه پیامبران فقیر بودن. همه پیامبران فقیر بودن و تمام این نفرهایی که حتی در گرد پیامبرها هم جمع شدن و حضرت ها را کمک میکردن همش فقیر بودن. همش به شرایط بودن، به امکانیت بودن. حضرت جنونی را خدا رحمت کنه. شاید حضرت جنونی هم همین بگیم قضیاتی نشید که همین 300-400 سال پیش هست. چی میگه؟ میگه به حضرت بود دائم حب درویش، تو چون اقرب زنی درویش رو نیش. میگه میدونی که پیامبرت فقیر دوست میداشت، ترا چی درد رسیده که فقیرها را مثل اقرب مثل کژدموری نیش میزنی؟ چرا؟ برای همین یعنی محبت فقیر هم برادر عزیز برای ما مهمه. ولی ابراهیم ادهم حکایه میکنه، میگه یک کسار 10,000 درمش داد. 10,000 درم در پیش گو حضرت نمیره بگی و در حق من دعا کن، این پولی به حق کلام بود. میگه گرفتم تا درم ها برادر عزیز و توفیق بیو تقوا بیو همه خیلی گیره گو خدا پدر و مادر تا رحمت کرد. در پیش ما گفت الفقر و فخری، گفت ای فقیری فخری مای، تو میخوایی که می فخری مرا بگیری؟ بگی گفت مال تسخیرت. گفت من با همین عنوانی که دارم نام فقیر های من نمیخواهم گفت این فخر ما گفت مقصد بفروشم، نمیخواهم که فخر ما بتم. زیرا پیامبر میگفت که الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. 500 سال پیش از نفرهای مالدار و پولدار فقیرها داخل جنت میشوند. اینها 500 سال بگیم در درون جنت حالی معیشت دارن، ولی مالدارای ما در حساب مورد حساب و حساب قرار میگیرن. اصحاب الجد محبوسون. پیامبر میگه هر نفری را که در دنیا ما مال دادیم ما را به حسابات داخل جنت کنه میتونیم. برای از فقر برادر عزیز ما کسی را دیدیم فقیر، کسی را دیدیم نادار، تماما به چشم حقارت نگاه نکنیم. برادر عزیز آدم شناخته نمیشود. این آدمایی که همه خیلی با کم بضاعتن، به شرایطن، لیکن اونها با مرتبه و مقام دارن پیش خداوند. اون میگه در زمانهای پیامبر میگه همین خیلی نشستگی هم از صحبت رفته ثابت که یک نفری بگیم بوی بابا که به هر حال بودم ایماندار میگه آمد این خنیگه کرد طرف را که جا نیست، فقط پهلو یک آدم کم بغل در جای همه لباس های او پوری خاک همین خسته همین خیلی مردک لباسکاش با تازه اولفته گوز بری در بشین و مقصد با همون یکان در خس خوشوکش بود در لباس میزنه، در دلش میگه میره گذران میگه و بعد به همین یک دلی نخواهم میگه و در برک همون شیش که حضرت میگه خیلی نگاش کرد با همون بگیم که نوری نبوتش گفت ترسیدی که فقرش میگذرد. وقتی ای گپ زد میگه مرده که مالدار لرزه گرفت، گفت ترسیدی فقرش میگذرد که جاش خیست. گفت حضرت هرچی شما بگین شما حق میگین، لیکن برای همین بی‌ادبی کردگیم، برای همین مقصد گویم یک گمان نادرستی کردگیم، من از همین آدم عذر میخوام و میخوام که نصفی همین مال ما بتمشه من را ببخشه. بعد پیامبر گفت چی میگوی برادر تا؟ فقیر پرسید. گفت پیامبر نازنین گفت
اولا گفت الله بخشیدن دوست میداره، ما بخشیدیمش. دیمش گفت من در مالش در کار نیست، یکی نگیرم مالش و همین خصلت های همین من در پیدا شود، من در کار نیست گفت مالش. برای همین برادر عزیز و گرامی، حقیقتا نفری را که پیامبر میگه من بشارتی به جنت میتونم، فقیری هست که از لقمه حلال زندگیش به اتمام میرسونه، فرزندکوش به وایه میرسونه و هیچ وقت فقر و ناداری پیش عبادتش پیش خدا ترسیش نمیگیره. این خیلی فقیر گفت جاش راستا جنت ہے. دو، المرأة راضی عنها زوجها. دویم، عادی کده گویم اگر سعدلا ای زنش راضی باشه زنش در جنت ہے. هر زنی را که مردکش از او راضی باشه او زنک در جنت ہے. ما حدیث هم داریم از پیامبر نازنینان، ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی اگر ای دنیا گذره مردکش پرسن در زندگی چخیل بدین، بگه الله رحمتش کنه راست جنت میره. میگه راضیگی شوهر، خواهرای عزیز در من مراجعت دارم، راضیگی شوهر نه تنها آخرتت که آباد بشارت شدیده است، در دنیا هم تو برکت میابی، در دنیا هم تو راحت میبینی. خدای مهربان خدمتگارهایت میتن، فرزندایت میتن که بالای دست میگردانند. اگر به شرطی که تو شوهرت از خودت راضی کرده باشی، لیکن اگر شوهر خفه کرده باشی، الله مهربان شاید قصاصش هم در آخرت بگیره، هم در دنیا فرزندایت میتن که جان به جورت میکنن، در عوضی همون بهرمتیات. سیوم والمتصدقه بمهرها. بین سیمش که نفری که میاد سعدالله خواستگاری میاد، دختران میپرسه که چه خیلی های؟ سعدالله میگه خیر بچه ها که خوب های، بچه ها که نغزه ای خدا میترسه، نمازاش میخونه، هیچ وقت یکان کارای نادرست حرام نداره، خلاص بچه ها که با آداب های. بعد میگه که خیلی خیلی که باشد من همین مهر مده در کار نیست، در عوض مهرم ما همین خصلت های نیکی همین بچه در عوض مهر من. میگه ای زنم در جنت ہے. برادر ما در فیسبوک خواندم در ایوردانیا یک بچه قطعه دخترک هر دوش در مدینستود میخونده یا دیگر را نقص میدیده. بعد بچه خانه دختر خواستگاری میاد، میگد که انا خواستگاری در دولت های عرب برادر عزیز بسیار ارزشش بلنده، فقط و فقط برای یک تیلاوریش قریب 1 کیلو 2 کیلو تیلا میخری، بغیر او قدر مبلغایی که صرف میکنی. بعد میگد که چی مقداره مهرش، چی مقداره؟ پدر دختر برادرت میدونید چی میگه؟ میگه که همین دختری من تو معقوله؟ میگه معقوله، من همینا میگیرم، بسیار دختری خوش اخلاقه. میگه خوش اخلاق که باشه، میگه در عوض مهر همی 1 میلیون بار برای پیامبر در صلوات بفرست، بود کدی بیا نکاح کده میتوند. میگه کده برای 1 میلیون از روی انصاف 1 میلیون حساب کن، در 1 ماه میخونیش، در 2 ماه میخونیش. بین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یا کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. 1 میلیون بار بچم بگو مهر دختری ما همی بیا نکاح کده بگی برا.
ببین یا رومیسا را قصه میکنن میگه که وقتی بسیار زنی زیبا بوده وقتی همین طلحه میگه با طلحه مرده که زیبا بوده پولدار بوده است وقتی میگه میخواه که رومیسا را میگه در چیش دراره نکاحش من میگم که نمیگیره ایتره میگه میبینیم میره پیش رومیسا و همون خالتا در وقت تیلا در خالتا بود پیش ده خالتا نقره میپرته های میکنه میگه انا تن نفس تا میبخشی منده میگه نه یک خالتا دیگه تیلا را میپرته میگه کفایت میکنه میگه نه میگه ای با این مقصد 10 تا زن میگیری تو چی گفتی سر زنی زیبا هم بود مادری انا ساخه این طرف انا طلحه خودش مرده که بسیار با آبرو با عزت بعد میگه چی میخوای کمه میگه نه من فقط خواهشم همینه که او وقت طلحه ایمان نیاورده بود در عوض مهرم اسلام قبول که همچو شوهر برای میتو بین طلحه اسلام قبول میکنه اسلام قبول میکنه و ایرا مقصد بزنی میگیره در عوض مهرهاشون چی چیزهایی را طلب میکردن دیگرش برادرای عزیز نفری را که پیامبر بشارت به جنت داد او کی بود و راضی و عنه ابوا چهارم نفری که پدر و مادر راضی باشد کسی را پدر و مادرش راضی باشد پیامبر گفت این ما پیشکی میگم که این داخلی جنت است پنجم و تائب من الذنب کسی که از گناههای کردگیش توبه کرد این هم داخلی جنت است این 5 چیزی بود برادر عزیز که پیامبرمان پیشتر گفت که اینها اهل جنتند اگر من علم غیب می داشتم لیکن انشاءالله این نفرایی را که ما خوندیم از گفته پیامبر نازنین من هر کسی که در این داخل باشد ما با هم ای علاقه شناس شدیم حقیقتا اینها در اینها نشانه های جنتی بودن علاقه هوایدا خدای مهربان خاتمه هممون را بخیر کنه ایمانمون با سلامت نگه داره دادن ما سعد داره خدای مهربان بازم زندگی خوب زندگی نیک نصیب گردانه و اهل جمعیت ما را خدای مهربان قدماتون در حسنات نویسه و همیشه در این خاندانهای شما خرسندی ها و خوشی ها را برقرار و بردوام نگه داره اللهم اعنا علی ذکری و شکری و حسن عبادتک آمین یا رب العالمین برکت یابید خدا نگهبان باشه و خارج رو نخیزیم برای که احتاج شد ما